بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بعد از خطبه امام سجاد در مسجد شام و اون افشاگری که ایشون کرد، اون معرفی که از اهل بیت کرد، به ویژه از امیرالمؤمنین علیه السلام که شهر شام ضد امیرالمؤمنین بودن، اما ایشون به خوبی امیرالمؤمنین رو معرفی کرد در حضور مردم. بعد از اون خطبه و بعد از اون سخنرانی ورق برگشت و به اهل بیت اجازه داده شد تو شهر شام عزاداری کنن برای امام حسین. 4 صفر یادآور چنین روزهایی است و چنین روزی است که اهل بیت علیهم السلام در شهر شام حضور دارند. ما البته از جزئیات خیلی در این حضور اطلاع نداریم، اما همین قدر میدانیم که زنهایی می آمدن خدمت عقیله بنی هاشم، زینب کبری سلام الله علیها، بعد از آنی که آشنا شدن که کی به شهادت رسیده و داستان چی بوده. آقایانی می آمدن خدمت امام سجاد علیه السلام و طبعا اینها حوادث کربلا رو برای اینها بیان می کردن، مقتل رو برای اینها ذکر می کردن. در واقع این روزها شام 2 روضخانی داره که با همه روضخانه های عالم تفاوت دارن. همه ما روضخانه ها، آقایان مداح، خواهرها، وقتی چیزی رو نقل میکنیم از رو کتاب نقل میکنیم، میگیم مثلا لحوف نوشته، ابی مخنف نقل کرده، در فلان کتاب مثل ارشاد مفید آمده. اما این 2 بزرگوار اینطور نبودن. اینها خودشون دیده بودن، نمیگفتن خواندیم، نمیگفتن شنیدیم، نمیگفتن راوی نقل کرده. نه، که ان زینب کبری خواست به مردم بگه خودم دیدم ز بالای بلندی که محبوب خدا را سر بریدند، خودم دیدم گلوی اصغرم را، خودم در بر کشیدم اکبرم را، خودم دیدم که زهرا گریه می کرد، خودم دیدم سرشک مادرم را. گویا امام سجاد به مردم میگفت مردم شام، من خودم دیدم سرهای نورانی که بالای نیزه بود. نیاز نبود مصیبت از شنیده ها باشه، از دیده ها بود. دیدیم چوب خیزران به لب و دندان پدرمان خورد، دیدیم و شمر جالسون علی صدره. این در واقع روزهای شام یادآور ذکر مصائب اهل بیت در این شهر برای آشنایی مردم با حادثه کربلا است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.